السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداران کانال ما. الهی همتون در هر کجایی که باشید ساق و سلامت باشید. در کسب و کار زندگیاتون، در فعالیت‌های کاریاتون برکات یاد. کشایش کار نه کشایش پول توت یاد، نه که در مهاجرت هست، نه که هم کاری پولدار توت یاد. منم کشتی یک وقت ویدیو کردم، کشتی طلای سفید گفته واهمه کرده هم یک دو خودکش به تو چله برآمده است. همونجا کشتی تکراری کرد ساده، یعنی که هر جا بود چیگیت پرتاسه که مقصد زمین هم تو بیفایده نبوده. حاضر ورن همین سال دهخانه و خیلی وزین آمده است. حاضر یک لینگی 3 لیتره که 500 سومون 500 سوم میچوین هم دیگه قیمت کارکرد تراکتور در گکترش به فکرم 250 سومون کلتیواسیا همین خط میکشه. خلاصه جفت همینطور دیگه خیلی قیمتیش است. مثلا الله داره که این پختی امسال با قیمت‌تر شده. همین بیچاره دهقان و یک فایده کنه در همین زمین پختی کاری دیگهش. انشالله هیچ نمیدیگیش هم با فایده میکنه. بحر آبادی وطن ملت به و یک سهم ارزانی خودش دهقان گذاشته ایستاده است. نه که این چیزها همش استحصال های خواجگی های قشلاق برای دولت و ملت، نه از حساب پخته روغن نخ و دیگر چیا میشد. انشاءالله همون ما همین زمین از نه با کاشتای مخطی پدر و مادرم این زمینی وایمو بیده بتون زرپیچه کرد بیچاره. همین در ویدیمو گوگوی بستیم که هم زرپیچه خورد. دعا کنید که زرپیچه از زمین ما گفتی کنید که گم شده برو بده یک بیده یک حاصل فراوان گیریم. مثال بفکرم پرس حاضر 30 سومون شده باشده و فکرم نرخش با فرومستاده پایینا واسطه چون که پرس بسیار شده دیگه. این زمین آب همین دفعه سیراب شده. امو کنیل سیب شده آب سیراب، لیکن دهقان مثل وزمین همین پخته از خودش کمتر زیاد نسبت هر ساله. دعا کنید او میتونید شخصان ده وای دارند خیلی پخته مخته دارید در دنی پختات تربوز کارید، هر جا لوبیا کارید. سرانو هیچ نمیدیگی با یک میشه وقتی پخته چینی که این پخچینی که در پیش روتون یک تربوز کلام امرود این همون شخصانی که در پخته همین حالتا گرفتار شدگن میدونن که خیلی همینطور تشنه میشه در دن پختچینی. یکی میگه در پیشتون یک تربوز برامده، تربوز همینطور میزنه تا دو کف میشه. یکم کار میکردتون همون مغزش همین دست پنجه چرکین هم باشد که همینطور زده بندش گرفته یکم میخورید. خیلی خرسند میشه. همون میتونه شما را در دل زمیناتون هر جا تربوز کارید. هیچ نمیدیگی اقلا یک دونه تربوز تو میتید. هم چیز است که برابر کار کردی پخته اگه میبرد خرسند میشه. همه خیلی گپو در این مناطقی وطن ما خیلی کارو های، یعنی که جاهای خالی را نمونید هم تیستن کار چون یکون چیز باقی سر بلند و خانه آباد باشید. هر کجا که نباشید دسترخوان فراوان همیشه در خانه‌تان باشد در کسب کاراتون. و همون هواداره کانال ما که خیلی من در کامنتاری ها میخونم یگان کس سوالی تنقید نکرد ایلا بعضی ها هستن اکو هویارم میخواه سخت ایراد ما نمیگیرن. به هر حال های گوشمالشان قبول میکنیم. اگر
خطاگی از طرف ما باشد. اما خیلی لیکن اکثر فقط کامنتری خوب می نویسند. با از این کار من با یک الهام میگیرم و خرسند میشم که حقانی من با بری اون کس ویدیوی من چیزای درکاری بودی گفته. خدا همتون سلامت دارد. اگر آبونه نشده باشد حتما آبونه شوید. اما من بینم همین کانالی منم مانیتیزاسیش گیرم میشد یا نه. بینیم همین یوتیوب برای مورم پول میداده باشد یا نه. گفته یک دستگیری کنید پس پیش چیکار زیاد کنید. خدا سلامت داره همه را.